بسم الله الرحمن الرحیم. از دوری‌های دور بر شهر نور آمد چو فرشته نجات، بهر کمک به فرزند یک انسان، یک مادر، چون او خود مادر است. و درک درد فرزند را می کند. اشک بر رخساره او از قلب پاک مادرانه اش است. در لحظه با او می خندد و می رقصد و می سراید. من به دنبال تو رفتم به کنار آرزو را به کنار او سدید ما خدایا. من شرابی تلخی هجری تو چشیدم با دریغا از لب جامی علم. حالا من در فکر کنسرت خود را برپا کرده نبودم، اما بسیار میخواهم به ابو مطالب کمک رسانم. همین حالا که این نوارها را تماشا میکنیم باید بدانیم که تمام مبلغ‌های صرف کرده جیب ما کلاً تا صفر صرف کرده می شود، زیرا این را مسئولین در نزد مادر این فرزند دیار به ما وعده دادند. انشالله کنسرت همه تیم بعدی کنسرت همه مبلغی که کنسرت میاد همش برای تبابت یا که برای خدمت شفای کامل بتال یک ساعت زندگی تام کمتر خوب کن، کودک‌ها کمتر شرایط خوبتر کن. این روزا همش میگذره، همش فقط دستگیری میشه. بگم چند تا بچه؟ 4 تا بچه. یا دختره، هم دختره چی؟ یا کرساویتا ترنگی می. این اقدام است که برای نوبت‌های بعدی قابل دستگیری در سرگه این ایده مادران استادند و می ارزد که گویم مادر فرشته بود، فقط بال و پر نداشت. مادر تو فرشته نجاتی.